هر روزدار هستم گفته وقت بزگره و بعد بشینه 3-4 ساعت کینو تماشا دیدن بگیرد، او روزش ثواب نداره دیگر. اونها 5 چیز عمل میکنن روزه خواص، اهل خواص. اول غض البصر عن کل ما یذم شرعا، یکم که آدم روزدار چشمش بپوشد از آن چیزی که شریعت او را حرام گردانیده است، از نامحرم دیدن، از کینا را تماشا کردن، فحش فاحشه را، از یک چیزهای بیگانه که در اسلام خدا او را حرام گردانیده است، منع کرده است. روزدار باید او را نبیند. هر روزدار هستم گفته وقت بزگره و بعد بشینه 3-4 ساعت کینو تماشا دیدن بگیرد، او روزش ثواب نداره دیگر. بجای او کینو تلاوت قرآن بکنین. اگر خط عربی را هم ندانستی، لااقل به خط کریلی هزارها کتاب چاپ شدگی است، با اون بخوان تا که یک فایده از اسلام بهره ور بشه.